قطعه بعد از شاهین نجفی یه چیزی حدود 6 دقیقه است، مفصله و جانانه. دوباره یه کار عاشقانه است، این بار از زاویه دید یه آدم فیلسوف مآب و هولمزاج و تنها مونده، فاصله گرفته از اجتماع، زیر کتاب ها مدفون. شعر این قطعه رو خود شاهین گفته و فکر کنم وصف حال همون روزایی باشه که این شعر رو گفته. تجربه جدایی، یه شکست عاطفی، احساسی و توامان تحت تأثیر یأس فلسفی و نگرانی های اگزیستانشال. در رابطه با اگزیستانسیالیسم هم صحبت میکنیم توی قطعه که نشونه هاش رو با هم مرور کردیم، بهش اشاره میکنم. قبل اینکه شروع کنیم به این دقت کنید، ضرباهنگ درام ست خیلی دوره و خیلی انگار داره با هرس زده میشه. به غیر از این بند تکرار شونده شاهین میشه اینو چند جور مختلف شنید. اصلا چرا من بد؟ ببین نه اصلا من بد، اصلا هرچی تو بگی. حتی میشه به این فکر کرد که میگه اصلا از این به بعد من بد، دیگه داره تصمیم میگیره بد بشه. تا الان خوب بودم، از این به بعد من بده قصه میشه. اصلا من بد، اصلا من بد به شکل نامفهومی گفته میشه، مست و لایعقل، انگار که طرف داره در رو میکوبه و پشت سرش هم نگاه نمیکنه. شاهین گیج میخوره و میگه بابا وایسا، اصلا من بد. گوش کنیم. اصلا من بد، اصلا من بد، اصلا من بد، اصلا من بد. میبینید صدا انگار خیلی دوره، خیلی ضعیفه، بیحال، انگار توی خونه به هم ریخته است، هیچی سر جای خودش نیست و تدریجا ما متوجه میشیم که او معشوق اونجا نیست. شاهین داره با خیال اون حرف میزنه. چیزت را به من نگو، چیزت را به من نده، با پنجره بخواب ای سنگ جان من. یه قطعه داشت سالهای خیلی دور، شاید خیلی از ماها که با شاهین آشنا شدیم با همون قطعه چیز شناختیمش. اونجا یه جادویی به خرج داده بود، از یه کلمه چیز بارها و بارها استفاده کرده بود و شما به عنوان مخاطب این حق انتخاب رو داشتید که بسته به موقعیتی که واژه چیز توش قرار گرفته لغات مختلف، بعضا مستهجن، بعضا فلسفی، بعضا سیاسی، جایگزین کلمه چیز کنید. اینجا هم همون اتفاق افتاده. این چه حرکت زشتیه. اینجا هم همین اتفاق افتاده. چیزت را به من نگو، راز تو، درد و دل تو، حرفای خصوصی تو، حرفایی که با عشق جدیدت داری میزنی رو، چی رو؟ یه چیزی که دیگه لازم نیست بهم بگی. چیزت را به من نده، بدن تو، فکر تو، حال خوب و مشخصاً همبستری رو، اون چیزایی که قبلا بهم داده بودی، هدیه چی؟ دیگه نمیخوام. چیزت را به من نگو، چیزت را به من نگو. با پنجره بخواب ای سنگ جان من. هم میشه اینجوری خوند، هم میشه اینجوری خوندش. با پنجره بخواب ای سنگ جان من. حالا تفاوتش چیه؟ تو خوانش اول میگه من مثل سنگم و تو برو و با پنجره بیامیز، یعنی انگار که یه شریک جدید پیدا کرده معشوق قصه ما و داره با اون وارد رابطه میشه. شاعر میگه که من که سنگم، من که دیوارم، من که سختم، تو برو با پنجره بخواب. تو نگاه دوم و خوانش دوم انگار داره میگه که اون مثل پنجره و شیشه میمونه و تو مثل سنگ میمونی جان من. حالا برو با پنجره بخواب و میبینی که ته اون رابطه هم خبری نیست، اونجا هم شکسته. من روی یاد تو که یله شده بر آسمان خط میکشم، با من تراوش روزانه ایست که در نبود تو تکرار میشه. این اصلا من بد، اصلا من بد، اصلا من بد، اصلا من بد، هی داره تکرار میشه. این وضعیت مالی خولیایی طرف که داره تدریجا خل میشه از نبودن معشوقش و هی داره به خودش میقبولونه که نه مسئله این نیست، چیزی رو از دست ندادم. ما داریم تو اجرا متوجهش میشیم و هی این میاد 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 میاد، هم حال ما رو به هم میریزه، هم حال خود خواننده رو و توی انتهای قطعه یک بروز انفجاری داره. حالا بهش میرسیم. یه نکته جذاب
استفاده کردن از واژه یله است. من اولین بار خودم توی اشعار شاملو با این اصطلاح آشنا شدم، یعنی رها شده، ول شده. میگه من روی یاد تو که یله شده بر آسمان خط میکشم. داره تلاش میکنه فراموشش کنه. میگه یاد و خاطر تو همینجوری ول و رهاست، هی من میبینمش، همه جا هست، من دارم سعی میکنم خط بکشم روش. با من تراوش روزانه است که در نبود تو تکرار میشود. داره از سرودن شعر، زمزمه کردن یاد و خاطراتش، یا نه خود ارضایی کردن به یاد معشوقی که از دست رفته میگه. تقصیر خواب نیست، تقدیر ما تصادفی است که به هیچ نمی ارزد. تقصیر خواب نیست، تقدیر ما تصادفی است که به هیچ نمی ارزد. یه خورده در رابطه با اگزیستانسیالیسم با هم صحبت کنیم. ماها به صورت اتفاقی به دنیا میایم. هیچ کس برای ما دعوتنامه نفرستاده. نه جایی که به دنیا میایم رو انتخاب میکنیم، نه دوره‌ای که توش به دنیا میایم رو، نه پدر مادرمون، نه کشورمون، نه اسممون، تقریبا هیچ. تقدیر اینه که اونها هم که ما رو به این دنیا دعوت کردن انتظار ما رو نمیکشیدن. یعنی به سادگی هرچه تمامتر اون شبی که نطفه ما بسته شد، اگه پدر و مادرمون خود ارضایی کرده بودن یا با هم معاشقه نداشتن، ما نمی بودیم، یکی دیگه بود یا یه چیز دیگه. دنیا پیش میرفت بدون بودن ما. تازه تلختر اینه که همین اتفاق به صورت زنجیروار در رابطه با پدرها و پدر بزرگها و مادرها و مادر بزرگها الالعبد میره عقب و همه ماها به صورت اتفاقی هستیم. هیچ کس انتظار ما رو نمیکشیده. ما به جهان پرتاب شدیم و این پرتاب شدگی ترسناکه. چرا؟ چون به سادگی میتونستیم یکی باشیم قرن 15 توی فرانسه، یکی باشیم قرن 23 توی لبنان یا هر چیزی شبیه به. هیچ چیز منحصر به فردی تو تولد ما نیست. این شد این سر بودنمون. حالا بریم اون سر بودنمون رو ببینیم. ما به دنیا میایم، رشد میکنیم، پیش میریم و به صورت استقرایی از روی تجربه دیدیم که هیچ کس از مرگ رهایی پیدا نکرده. همه موجودات زنده‌ای که به دنیا اومدن، زیستن، عمرشون تموم شده و مردن. مرگ امکانیه که اگه ممکن شه بقیه امکانات رو از بین میبره. سخت شد. ببینید من اینجا نشستم، میتونم ادامه بدم گفتگوی با شما رو، میتونم ضبط رو قطع کنم، میتونم برم آب بخورم، میتونم برای خودم قهوه دم کنم یا هزار تا کار دیگه. اینا مادامی ممکنه که مرگ ممکن نشده باشه. مرگ که تو خط زمانی من اتفاق بیفته، بقیه امکاناتم دیگه غیر ممکن میشه. مرگ امکانیه که اگه ممکن شه بقیه امکانات رو از بین میبره. حالا مسئله اینه، بین یک تولد کاملا اتفاقی و ناخواسته و یک مرگ حتمی چه اهمیتی داره که ما کیستیم، ما چیستیم، ما چی کار میکنیم؟ اصلا اهمیتی داره که کی به دنیا اومدیم؟ اصلا اهمیتی داره که چه جوری زیستیم؟ اصلا اهمیتی داره که چه جوری مردیم؟ کی بودیم؟ چی کارا کردیم؟ هر مادری که فرزندی رو به دنیا میاره، همراه با به دنیا آوردنش مرگ اون نوزاد رو هم به دنیا میاره. حالا تجربه که شاهین با ما به اشتراک میذاره اینه: تقصیر خواب نیست، تقدیر ما تصادفی است که به هیچ نمیارزد. این که من خوابم میاد، بیخوابی دارم، حوصله دارم، حوصله ندارم، با یاد تو خوشم، ناخوشم یا هر چیزی، هیچ اهمیتی نداره. شاید همین حال و احوال فیلسوف ما و خلمزاجه که باعث شده معشوقش ترکش کنه. شاید گوشت روی گاز، مشروب روی میز، ما چقدر غریبه شدیم که تو تحریک نمیشوی دیگر. سیگار میکشی و تنت زیر پوش سفید توریت شناور است. یه خونه سرد، گوشت روی گاز، غذا در حال پختنه، مشروب روی میز، احتمالاً از دیشب پریشب که با هم سری گرم کردن مونده و ذهن متخیل من این تصویر رو بسیط ترش میکنه. داره میگه که کنار اون مشروبی که روی میزه 2-3 تا لیوان، یه زیر سیگاری با کلی سیگار نیمه سوز روی میزه و اینکه ما چقدر غریبه شدیم که
که تو تحریک نمیشوی دیگر. این به من یه تصویر میده. شاعر هر جا لمیده، اون طرفی که داره براش شعر رو میگه یه جای دیگه مشغول یه کار دیگه است. کتاب میخونه، با حیوان خونگیشون بازی میکنه، ولی هر چی هست ارتباطشون خیلی سرده. سیگار میکشی و تنت زیر پوش سفید توریت شناور است. لباس شب تنشه، یه لباس توری سفید که اتفاقا آماده میکنه عاشق و معشوقو برای اینکه همامیزی داشته باشن، بغل کنن همدیگه رو، ببوسن همدیگه رو. ولی نه، قرار نیست این اتفاق بیفته. خیلی غریبه شده. هیچ چیزت را به من نگو، هیچ چیزت را به من نده لطفاً. برگشتیم رو همون تصویر اول و با تأکید و با نگرانی و با حال بعد دوباره تکرار میکنه هیچ چیزت را به من نده، هیچ چیزت را به من نگو. دوباره میشه جای این چیزها چیزهایی رو جایگزین کرد. بگذار گمان گندم نگات در ذهن لهجه‌دار من با شک به هستی عجین شود. جانانه است. به صدای گیتاری که زیر فکر می‌کنم گیتار آکوستیک باشه داره این تجربه رو که شعر با ما در میون میذاره غنی‌تر میکنه. گوش کنید واجارایی که بین بگذار گمان گندم نگاهت عالیه. و چی داره میگه؟ داره اشاره میکنه به روز الست. پدرم روزه رضوان به 2 گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. و چی میگه؟ اگه با اون ذهنیت اسطوره‌ای و دینی پیش بریم، باید شروع هستی بشر رو به اون رابطه بین سیب و حوا، رابطه بین گندم و آدم نسبت بدیم. گیر کرده توی کشمکش فیلسوفانه نگاه کردن به جهان، درگیر با این حس اسطوره‌ای و افسانه‌ای ولی شاعرانه، و میگه معجون عجیب غریبی که الان من هستم، بذار باشه، بذار باشی. اینجا که شعر هیچ غلطی نمی کند، من هم که مست کدام شروع، ما همه چیز را در مبال خانه جا گذاشتیم. اینجا که شعر هیچ غلطی نمی کند دیگر. این گرهی که بین این 2 نفر ایجاد شده هیچ تغزلی نمیتونه پر کنه. من هم که مست کدام شو، شعر و شعور از یه ریشن. من هم که مست رو میگه، تداعی میکنه که او انقدر مست کردیم، انقدر مست کردم، همه شعرامو دیشب تگری زدم، بالا آوردم. ما همه چیز را در مبال خانه جا گذاشتیم. اطراف من مشتی خزنده که راه به راه پوست میاندازند و حقارتشان را با تصور تخریب ما زنده میکنند. انقدر حالش بده که داره همه رو میزنه. شاید یکی از دلایل جداییشون هم همین باشه. اینکه آدمای اطرافمون هم دیگه قابل اعتماد نیستن رو هم به نظرم خیلی شاعرانه داره بهش اشاره میکنه. اطرافمان مشتی خزنده که راه به راه پوست میاندازن، هی رنگ عوض میکنن، ناکس، و حقارتشان را با تصور تخریب ما زنده میکنن. فکر میکنم نیاز به توضیح نداشته باشه. یکی از قسمت جذابش همین بود که بدبینیشو نسبت به اطرافیانم بروز میده. حسابی فیلسوفه طرف. این بار به جای اینکه به متن گوش بدید، به موسیقی گوش بدید. هی داره ملتهب‌تر میشه، هی داره ملتهب‌تر میشه. اینجا کسی نمانده که حتی شکایتی کنه از من. از یه طرف میناله از اینکه کسی نیست، بگم چرا رفت، چی شد. از یه طرف دیگه میگه اینا همونایین که لحظه به لحظه رنگ عوض میکنن، اینا باعث و بانی هن. این شاعر فیلسوف ما تدریجا داره حالش بد و بد و بد و بدتر میشه. انگار که از اون خاطره یهو بیرون میاد و حالش بد میشه و فریاد میزنه اصلا من بد. گوش بدین. اصلا من بد. ملودی که الکتریک گیتار داره میزنه خیلی فضا سازی جذابی داره. انگار که همزمان که رسیدیم به اوج حال بدی طرف، به ما این نکته رو گوشزد میکنه که بهش اعتماد نکنه، خیلی خل وضعه. دوباره حالش بد شد.
هیچ کس بزرگ نیست، هیچ چیز عمیق نیست، هیچ کدام ما مهم نیستیم دیگر. انگار که از اون تجربه عاطفی زنده شدن یاد و خاطره به خودش اومد، گفت اصلا مهم نیست، اهمیتی نداره، اصلا من بد، اصلا چه اهمیتی داره، چی مهمه؟ دوباره تو خودش فرو. چیزی مهم هست؟ نه. کسی بزرگ هست؟ نه. چیز عمیقی وجود داره؟ نه. چی پس؟ صدا پژواک میشه، انگار داره تو سرش اینا رو مرور میکنه. چیزی مهم هست؟ نیست. اهمیت داره؟ نداره. انگار تمام اون کتابایی که خونده با این اتفاق مجدد آوار شدن رو سرش. دوباره گوش بدید. تنها سکوت سطحی خاک گرفته ی حجم این کتاب هاست که زنده است. حدسمون درست بود، زیادی کتاب خونده و حالش خراب و خراب و خرابتر. یعنی از رابطه پناه میبره به کتاب، از کتاب پناه میبره به رابطه. زمان دروغ میگوید، تاریخ زنده نیست، مکان توهمیست که ما در آن سکس میکنیم. استدلالی هم زمان و هم مکان رو نفی کرد، اما شیطنتی که توی بیت دوم کرد برای من خیلی جذاب تره. برای جوونا و نوجوونا که تو شروع رابطن، مکان یه معنی استعاری داره، جایی که خلوت، خالی از بزرگترا و قرار اونجا رابطه عاطفی جنسی برقرار کنه. زمان دروغ میگوید و تاریخ زنده نیست رو گفت، یه تجربه نیمه فلسفی با ما در میون گذاشت. اما تو بیت بعد به شکل شیطنت آمیزی گفت مکان توهمی است که ما در آن سکس میکنیم. اینکه مکان میتونه توهم باشه بخش فلسفیشه، اما اون بخش استعاریش که مکان جاییه برای برقرار کردن رابطه جنسی. چیزت را به من نگو، چیزت را به من نگو، چیزت را به من نده، چیزت را به من نده. رو راسته با خودش. من فکر میکنم داره دروغ میگه. اتفاقا خیلی نیاز داره که باهاش حرف زده شه، به آغوش کشیده شه، هدیه بگیره، یا آغوش، یه بوسه، ولی داره کتمانش میکنه. چطور میشه فهمید داره دروغ میگه؟ داره ناله میکنه، دیگه دستور نمیده، امتناع نیست، نقض غرضه. خوبه؟ کلافت کردم آره. چی داد رو هم بده. آرام گریه کن، آرام نهر بزن. معلوم نیست اینا رو داره به معشوقش میگه یا داره تو ذهن خودش مرور میکنه، داره خودش رو دلداری میده که عیبی نداره آروم باش. مگه میشه آروم گریه؟ مگه میشه آروم نرزه؟ و جادوی پیانو. آره گوش بدید. ستین سیاه تو سبز میشود، ریشه میدهد، من هم یواشکی در خواب تو راه میروم. اینجاها انگار دوباره ما برگشتیم به همون یاد و خاطرات. ستین سیاه مثل دونه است، کاشته میشه و ریشه میده. تاکید بر سیاه بودنش وجه شبه دانه بودنش رو بیشتر میکنه و سبز میشه. من هم یواشکی در خواب تو راه میروم. یه تصویر عجیب غریب از در هم تنیدن دوتا بدن رو به آدم میده. آه سان فرانسیسکوی سراب من، آه پاریس بدنام شده، آه فرانکفورت نفرینی. خیلی جذابه. فرانکفورت نفرینی، میلان خسته، میلان تنها، پاریسی که بدنام شده. احساس میکنم اینا خیلی خصوصیه، اتفاقاتی که افتاده توش. شاید خاطر بازی ها، عیش و عشرت ها دونه دونه اسم میبره. یه شهر یه حس، یه شهر یه حس، یه شهر یه حس. میلان خسته، میلان تنها، پیانو، کل کلافه، کل کلافه. عالیه. بپاش، بشاش، بشاش و انزلی که جا گذاشتمش. یادتونه گفت ذهن لهجه داره من؟ همه این شهرها رو اسم برد و انزلی که جا گذاشتمش. همه این شهرها هستن، خاطره تو هم هست، ولی انزلی فقط خاطرش هست، جا گذاشتمش. به این تکنوازی پیانو گوش بدید. یه جاهایی میاد
موسیقی ایرانی میشه دوباره میره موسیقی غربی میشه. انگار این یه تیکه بداهه جزه برای من، یه همچین حسی رو ایجاد میکنه. یعنی میاد حول و حوش انزلی دوباره میره وسط اون شهرهایی که ازشون اسم بود. یکی از جذابترین قطعات عاشقانه‌ای که من تا حالا شنیدم. خیلی سخته، یعنی اگه اینجوری بهش نگاه نکنیم نمیدونم چه جوری میتونیم بهش نگاه کنیم. به من که خیلی چسبید، امیدوارم شما هم دوستش داشته باشید. ای بابا، شاد باشید.